موقعی که خدمت استاد رسیدم توی این کشور صفحه‌ای از موسیقی گذشته رو نبود که نشنیده باشم. رگه‌های موسیقی آوازی کشور رو در حوزه ایران فرهنگی تا تاجیکستان و باکو رو هم من زیر پا گذاشته بودم. بنابراین واقعا مجبورم اعتراف کنم که یک حالت خیلی مغرور و غره بودم خدمت ایشون رسیدم. احساس می‌کردم خب این هم مثل بقیه صدها استادی که دیدم در یه مدت کوتاهی میشه دوره کرد. اما بدون هیچ گونه اغراقی میگم وقتی که رسیدم دیدم نه این یه چشمه‌ایه که هیچ وقت پایان پیدا نمیکنه. نخستین بار حدوداً 14 یا 15 سال پیش بود که سعادت یاری کرد رفتم به تالار رودکی یا تالار وحدت کنونی. آواز زلزله‌وار مرد بزرگی رو شنیدم که نامش سدیف بود. همون لحظه به این نتیجه رسیدم که چرا از این مردان تا کنون صدایی نامی شنیده نشده؟ چه اوضاع و احوال تاریخ اجتماعی بعد از مشروطیت به ما تحمیل شده که مردانی چون سدیف رو نسل‌های جوان نباید بشناسن؟ واقعیتش اینه که توی بخش کار هنریشون من متوجه شدم که اون مبناهایی که ما در واقع تاریخ گذشته میدیم که حافظ چطور با بقیه متفاوت بوده یا مولوی چطوری بوده که اینطور شعرها رو بیان میکرده که بقیه نمیتونستن، رگه‌هاشو در موسیقی خودمون در عصر حاضر پیدا نکرده بودم. اما بارها طی این چند سالی که در خدمتشون هستم، شبای زیادی که معمولا خیلی وقتا با هم هستیم، من شاید به عنوان مثال مثلا صدها بار از ایشون اصفهان، بیات تو، بقیه دستگاه‌ها و آوازها رو شنیدم. نه تنها هیچ کدام تکراری نبود، بلکه حتی اینقدر در واقع جمله بندی های جدید متنوع‌تر و بهتر بودن که اصلا قبلی‌ها رو تو ذهن پاک می‌کرد. برخلاف اون چی که میگن کلام وقتی از سخن باز میماند موسیقی آغاز میشود، در ایران کلام و موسیقی با هم آغاز شده. هر چیزی صورت و ماهیتی داره. ماهیت فرد کردار اوست، به عنوان فرد اخلاق و رفتار اوست در نسبت با جامعه و خودش. ماهیت هر ملتی کردار تاریخی اوست. صورت این کردار تاریخی فرهنگ ملی است. فرهنگ ملی ما صورت ماهیت این ملته. ماهیت این ملت وقتی به صورت متجلی است، متعینه، تعین خارجی داره. صدای این صورت موسیقی ملی حماسی ایران. میراثدار این موسیقی در دوره بعد از قاجاریه اقبال آذر، استاد جناب آقای سدیف، و خود سدیف میراثدار این همه است. به نظر من تنها کسی که بی تعصب، هر کس میرنجه مشکل خودشه، حقیقت رو باید گفت به هر قیمتی که تمام میشه، تنها خواننده‌ای که در دوره معاصر از هر لحاظ وفادار به این میراث فرهنگی حماسی در موسیقی بوده و آوازش صدای موسیقی ملی ماست که حماسی بوده، نه بزمی و تخدیری ما بعد قاجاری، استاد سدیف. استاد همیشه اینطور میگه هر وقت که صداتون روی دیگران اون تأثیر انسانی رو نداشت، بدونید که اینجا تغییری پیدا شده. یعنی اون دیگه در واقع نیت انسانی شما منقلب شده، حتما یه مشکلی در روحیاتتون پیدا شده.
در واقع هنر شما بازتاب اون روحیه که در درون شما وجود داره. هر وقت شنیدین خوندن من اثر نمیذاره، این قلب من عوض شده، نیت خوبم عوض شده. در 5 سالگی متوجه شدم من صدا دارم، احساس کردم. همینطور دیمی میخوندم، چهچه میزدم مثل بلبل، همینطوری، نه اینکه بدونم چیه، چی گوشه، چی حالت، فقط خوشم میومد. یا یه دوست پدرم بود اونجا، کشاورزم بود، بسیار صدای بی‌نظیری داشت. بعد من هر وقت صدایی نمیشیدم منقلب میشدم، با اینکه اون بچه بودم. بعد یواش یواش بزرگ شدم. از همه مهمتر برای من این بود که اثرات این احساس بیش از اندازه در من ایجاد شد. مادرم در 3 ماهگی میمیره، من ندیدم. شاید وقتی بزرگ شدم در اون سن پدرم بود، اطرافیانم زیاد بودن، اینا خانواده بسیار بزرگی داشتم. اولین بار میگم اینو، اگر درستم نیست نمیدونم. بسیار خانواده بزرگی داشتم، بسیار ثروتمند بودم. خودم هم واقعا از اون نظر خیلی، ولی از نظر احساسی بسیار کم بود داشتم، چون مادرم واقعا در اون 3 ماه که مرده بود برای من خیلی تأثیر شدیدی گذاشت و شاید تا امروز ادامه داره، به خاطر همین باید باشه. اگر اینقدر من همه میگن آقا شما اساره احساسی، دلایلش شاید اون باشه و غم مردم، غم دیگران. من در اردبیل 1118 به دنیا آمدم و اونجا یواش یواش تحصیلات مقدمه شروع کردم. بعد اومدم تهران و تا
حقوق قضایی من تحصیلات کردم. بعدم که رفتم دنبال فقط موسیقی دیگه، عاشق موسیقی بودم و همیشه آرزو داشتم و آرزو دارم همیشه چاووش حماسه‌های موسیقی ملی باشم. تنها خواننده‌ای که در دوره معاصر از هر لحاظ وفادار به این میراث فرهنگی حماسی در موسیقی بوده و آوازش صدای موسیقی ملی ماست که حماسی بوده، نه بزمی و تخدیری ما بعد قاجاری، استاد سدیف. یواش پدرم دید که